محترم خبرنگاران سبب جمع آوردن دعوت نمودن شما رو از طرف ما با این نشست مطبوعاتی اون باشد که چطور که همه شما خبر دارید دیروز فخرالدین زاکرов یکی از وکیلان زید سعیدов که با همراهی ما حقوق و منفعت‌های زید شریک شد در وقت تفتیشات پیشکی و در وقت مرافعه سودی حمایه می‌نمودیم از طرف اجنتی مبارزه نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کورپسیا به حبس گرفته شد. چطور که ما پیش با اظهارات مراجعت کرده بودیم با هر سه ما وکیلان از طرف شخصان نامعلوم که پیامک‌های تهدیدآمیز می اومدند و زنگ می‌زدند نسبت ما تهدید و تحقیر می‌کردند و ما یک چند مرتبه با اظهارات با مقامات دولتی یعنی با پروکراتور گنرالی و کمیته دولتی امنیتی ملی اویدی نسبت ما تهدید شدن مراجعت کرده بودیم لیکن تو ما با این اظهارات خود عریضه‌های خود جواب نگرفتیم و پس دیروز وقتی به حبس گرفتن میگیم که همکسب ما با خلاصه اومدیم که این ادامه یعنی این همون ادامه تهدید و تحقیراتی که نسبت ما بودن چون که در اون پیامک‌هایی که با هر سه ما اومده بود در اونجا با ما 3 روز مهلت داده شده بود که ما عریضه خود رو از سود گیریم و برای همین ما فکر میکنیم که این ادامه اون تهدید و فشارها نسبت ما میباشد که ما حقوقهای کنستیتوسیونی زیر شریک رو گوییم که با پورگی گوییم که حمایه نکنیم و برای همین ما برای گوییم که به حبس گرفتن همکسب ما اظهارات تیار کردیم که اظهارات رو ایسوق تبارف همکسب من با شما قرائت میکنم. اظهارات وکیلان دفاع سعیدов زید شیرویچ شب امروز ساعت 1 فخرالدین زاکرov که یک جای با ما حمایه حقوق و منفعت‌های زید سعیدов را در رابطه با تفتیش و بررسی پرونده‌های جنایتی و اقتصادی بر عهده دارد از جانب اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا جمهوری تاجیکستان پس از پرساپرسی طولانی به حبس گرفته شد. هرچند ادعایی که باعث چنین واکنش است جز بهانه و وانمودکنی جنایت چیز دیگری نیست. گویا مبسوط طریق قلابی از برگرداندن قسمی از مبلغ‌های از بانک قرض گرفته الان داده‌اش شده در نظر است که حتی سنجش مقامات مربوطه از جمله خود همین اجنتی قبلا ثابت نموده است که اثر جنایت در آن عموما مشاهده نمی‌شود. نسبت به خطری که وابسته به قضیه زید سعیدov ما وکیلان دفاع او را تهدید می‌کند پیوسته اظهار نگرانی کرده ایم. مراجعت پیشینه رسمیمان از این خصوص با مقامات امنیتی و پروکراتور دلیل همین تشویش و نگرانی است. منبع این خطر و تهدید در بسیاری موردها خود اجنتی مذکور است که برای بدنام کنی و ترسانیدن ما از امکانیت‌های مأموریش با یک گستاخی گوش‌ناشنید استفاده می‌کند و چند دفعه آخر شدت فشار و تعقیب به مراتب افزود. تهدید و سوءقصد به جانمان طریق تلفن از جانب اشخاص نامعلوم کوشش‌های بافته و ساخته‌کارانه تابش جنایت دادن حادثه صدمه ناچیز نقلیاتی که با یکی از ما شهرت قدرت رخ داده است و نهایت تعقیب جنایتی و حبس فخرالدین زاکرov دلیل آن است که علیه ما نیروی توانای قدرتی سفربر شده است که برای سرکوب کردنمان از هیچ گونه عملی نامطلوب و ننگین حذر نمی‌کند. تقویت فشار و تهدید به ما وابستگی به چند سبب و عامل دارد. خصومت شخصی سرور اجنتی عبدالفتاح غایب از زمره عامل‌های جزئی است. وضع ناگوار ما بخصوص بعد از آن که این شخص را برای ما را تحقیر تهمت کردنش به دادگاه کشیدیم و از او جبران ضرر معنوی طلب نمودیم بیهوده به میان آمده است. یعنی ما اصلا تهمه انتقام شدیم از ما قصاص میگیرند. دلیل قاطعانه دسترس کرده امان از خصوص آن که جنایت کار نه زید سعیدov بلکه مسئولین خود اجنتی است که
که خلاصه تشخیص را ساختارکاری نموده نفر بیگناه را تهمت زدند سبب دیگری قصاصگیری است و نهایت اظهارات و مراجعات پیوسته‌مان از خصوص آن که کوشش‌های راهبریت اگنتی قبل از همه غایب جهت میان مردم به آبرو و بدنام کردن زیر حمایه‌مان به اساس و غیر قانونی است سبب خصومت و بدبینی نسبتمان شده است. ولی سبب اصلی عکس‌العمل گسترده مقامات دولتی در رابطه با قضیه زید سعید ماهیت سیاسی مسئله است. سنجش و تفتیشات پیشکی و سودی علیرغم تمام نیروی سفربر شده دولتی نه تنها بیگناهی موصوف را کاملا ثابت ساختند بلکه به مردم کشور و به جهانیان وضع بغایت ناگوار نظامی را که مسئول حفظ حقوق و آزادی های انسان و شهروندان است به نمایش ماندند. آن چیزی که مقامات فقط به خاطر آن که زید سعید خواست از حقوق‌های کنستیتوسیونیش علاوه در مورد تأسیس حزب سیاسی استفاده کنند روا دید جز شرمندگی ملت و دولت چیز دیگری نیست.